السلام علیکم بچه ها. من نگاه کنید حل کردن معادله های بی کوادراتی رو با راهی به ضرب کننده ها جدا کردن حل میکنیم. معادله بی کوادراتی با راه گذاری شما میتونید حل کردنشه. برای با ضرب کننده ها جدا کردن چگونه حل کردن یک نمونه میبرم، اهمیت دهید. اینک ما چه میکنیم؟ اگر نگاه کنیم کوفیسینت کلانترین x درجهش 4 است، پس این بسیار اعضاگی درجه 4 است. کوفیسینتش 7. همین 7 رو برای از بین بردن ما چیکار میکنیم؟ 7 رو از قوس میبریم. 7 x درجهش 4 مینوسی پلوسی 2 تقسیم 7 x کوادرات مینوسی 9 تقسیم 7 میشود. یعنی 7 رو از قوس برآوردیم. بعد از 7 رو از قوس برآوردن خودی همین بسیار اعضاگی رو برابری 0 کرده حل میکنیم. برابری 0 کرده حل کنیم اگر چی میشود؟ x درجهش 4 جمع 2 تقسیم 7 x کوادرات ترکی 9 تقسیم 7 برابری 0. انا اکنون نگاه کنید، ما باید از این کوادراتی پورا جدا کنیم. کامپلیت سکوئر کوادراتی پورا جدا کنیم. برای این x درجهش 4 رو x کوادرات در کوادرات می نویسیم. دو چنده در فرمولا و x کوادرات عددی یکم، پس عددی دوم ما 1 تقسیم 7 در کوادرات می شود. این رو هم جمع و هم ترک می کنیم. من حاضر کرده نشان میدم، خوب اهمیت دهید. من x درجهش 2 x کوادرات در کوادرات جمع دو چنده ای که در فرمولا است، یعنی a کوادرات جمع 2ab جمع b کوادرات هم خیلی ضربی عددی a x کوادرات، من اینجا x کوادرات هست خودش، ضربی 1 تقسیم 7. پس عددی دوم یعنی b ما 1 تقسیم 7 بوده است. انا که همین 1 تقسیم 7 کوادراتش به ما نمیرسد که همین 1 تقسیم 7 در کوادرات رو جمع میکنیم از خودمون و باز طرح کرده میپرتویم تا که معادله اول دیگر نشود، قیمتش تغییر نیابد. طرح 9 تقسیم 7 برابر 0. دیدید خیلی آسان. انا اکنون من این قسمی معادله شما کوادراتی پوره را میدهد، یعنی این x کوادرات جمع 1 تقسیم 7 در کوادرات را میدهد. یک بار دیگر a کوادرات جمع 2a ضرب b جمع b کوادرات کو درست. من این فرموله را داد. انا اکنون کم ترک ساده میکنیم. تمام. مینوسی 1 تقسیم 7 در کوادرات 1 تقسیم 49 را میدهد مینوسی 9 تقسیم 7 برابر 0. من این قسمی عددی آزاد را یک بار دیگه کمتر ساده میکنیم. این خیلی آسان است. خب چی میشود؟ قسمی تغییر یابنده دار یعنی کوادراتی پوره را نوشته میمانیم. x کوادرات جمع 1 تقسیم 7 در کوادرات مینوسی از بس که 49 یعنی که مخرج عمومی برای 49 و 7 است، به این 7 میدهیم. نکره 7 نکره 7 میشود 63 مینوس 1 64 مینوس 64 تقسیم 49 برابر 0. اگر اهمیت دیگر خب 64 تقسیم 49 رو نیز به نمود کوادرات می نویسیم. x کوادرات جمع 1 تقسیم 7 در کوادرات مینوسی 8 تقسیم 7 در کوادرات برابر 0. انا اکنون این فرموله a کوادرات ترک b کوادرات یعنی فرق کوادرات ها را داد. یک بار دیگر فرق کوادرات ها رو استعمال میکنیم، استفاده میبریم و ما داریم x کوادرات جمع 1 تقسیم 7 یعنی a مینوسی b مینوسی 8 تقسیم 7 ضربی a پلوسی b x کوادرات جمع 1 تقسیم 7 جمع b 8 تقسیم 7 برابر 0. انا با دو تا ضرب کننده جدا کردیم. من این معادله یکم دادگی را انا که هر یک ضرب کننده رو برابر 0 کرده میگیریم. تمام. ضرب کننده یکم ما x کوادرات دیگر قوس ما نیاز به قوس نداریم. x کوادرات جمع نگاه کنید 1 تقسیم 7 ترک 8 تقسیم 7 این 1 ترک 8 7 می شود. 7 تقسیم 7 مینوس 1 مینوس 1 برابر 0. از اینجا x کوادرات برابر 1 و x 1 و 2 برابر پلوس مینوس 1 2 ریشهش برآمد. الان که دویمه بینید x کوادرات جمع 1 تقسیم 7 جمع 8 تقسیم 7 9 تقسیم 7 می شود برابر 0.
x کوادرات برابری مینوس 9 تقسیم 7. این حل حقیقی ندارد، چون که کوادرات هیچگاه به عددی منفی برابر شده نمیتواند. پس معادله ما دو جواب داشته است، مینوس 1 و پلوس 1. اگر در حقیقت هم به جایش گذاریم، من مینوس 1 گذاریم 7 می شود، جمع 2 مینوس 9، 9 ترک 9 برابر 0. درست می؟ 1 هم گذاریم هم خیل 7 جمع 2 ترک 9 با برابر 0. انا معادله حل شد. یعنی دیدید شما می توانستید x کوادرات رو به یگان t گزارش کرده، من این معادله b کوادراتی رو به نمود 7t کوادرات جمع 2t ترک 9 برابر 0 آورده با راه دیسکریمینانت حل کنیده میشد. لیکن ما این رو با کدام راه حل کردیم؟ با راه به ضرب کننده ها جدا کردن. این راه هم خیلی راه قلای است. اگر درس به شما پسند آمده باشد، بینندگان و شاگردان عزیز، درس اگر به شما پسند آمده باشد حتما لایک گذارید. به کانال ابونه نشده باشید ابونه شوید. تا حال ما میبینیم که بسیار کس کانال ما رو تماشا میکنه حالا ابونه نشده اند. البته ابونه شوید برای دستگیری کردن کانال ما و لایک ها رو گذارید و فکرهای خود رو در کامنتاری گذارید. حل کدام و چه خیلی مثال ها رو میخواهید شما از ما حتما در کامنتاری گذارید. خیر.